شما به یک نگاه تحلیلی روی دلایل استراتژیک که موانع توسعه منابع انسانی داشتید، از نگرش و استراتژی اون موازنه واردات صادرات که یک استراتژی کلانه و از فرضیه ارزان بودن نیروی انسانی در ایران و دلیل کوچک شدن شرکت‌های بزرگ، چند تکیه شدن، خروج شرکت‌های مولتی نشنال و مدیران و متخصصین با تجربه، جهتگیری شاید نادرست که فکر می‌کنم شاید نیست، قطعا نادرست، آموزشی کشور به سوق دادن به سمت رشته‌های خاص، مهندسی تا تمام علومی که یک جامعه بهش نیاز داره، اینها در کنار عدم نگرش سیستمی تو تربیت مدیران، حالا اشاره فرمودید که بعضی از کارآفرینان به سهم خودشون تونستن کارایی بکنن، اما این یک پارچه و سیستماتیک نبوده رو به عنوان مهمترین چالش ها برشمردید که نگاه تحلیلی بسیار خوبی بود. من در پایان میخوام که از تجربه شما، دوستان و همکاران منابع انسانی جوانتر ما اگر بخوان استفاده بکنن، حالا ما حوزه بحثمون در منابع انسانی توسعه است، توسعه منابع انسانی، اون سهمی که مدیران منابع انسانی، کارشناسان منابع انسانی با این عنوان یا با این مسئولیت در سازمان‌هاشون دارن و به نوعی بخواید اگر یه توصیه‌ای به دوستان جوانتر داشته باشید برای موفقیت بیشتر، چی می‌فرمایید؟ توصیه‌ای که من دارم در حقیقت اینه که جوانهای ما باید ابتدا سازمانهایی رو پیدا بکنن که فضا برای شکل‌دهی و انضباط کاری و رشد اونها مهیا باشه، به دنبال تایتل، عنوان و حقوق در ابتدای مسیر شغلیشون نباشن. دو، در ابتدای دوره کاریشون حد اکثر وقتشون رو بذارن در کسب دانش حرفه‌ای اون حوزه، هر حوزه‌ای که هست. دوم، تلاش بکنن با شکار فرصت‌های یادگیری در سازمان‌ها، چه سازمان‌هایی که درش کار میکنن و چه سازمان‌های غیر انتفاعی و اجتماعی، مهارت‌های سخت و مهارت‌های نرمشون رو